یو مسئله حضرت سلیمان و مرجله استا. روزی حضرت سلیمان یو مرجله روانو ای مرجله، ای مخلوق همایی، ته سارد چندک رزق وانی. مرجله تو وانو ای پیغمبر، از سارد یو حبکی غلی رزق ونا. الرزاق یو حبکی غلی دانومه. حضرت سلیمان وانو از باونی نومه مرجله راشت وانو یا نه. او سمد را مرجالی دکن و زاره یو شوشا و یو حبکی غلی دکن و وره ای و پایی یو سارا بینی وندانو. والحاصل کلام سر قدینا دور ساریانا حضرت سلیمان وانو از باونی جه نو مرجاله رزق خوورد و یا نه. شنو اونیانو جه کی حبکی غلی نمجتا او سمد را پرسانو وانو ای مرجاله تو با رزق می یو حبکی غلی یا مزی یو حبکا غلی داتو قی سبه چیه تو نیمه کرده نیمه و بین تو نیورده. مرجله تو وانو ای پیغمبر هر سری هر رزاقی رزق می داینه او سمد را مزانه اینه که پاشته به پیتا هما تعالی رزق می دانو ما رزق خو وردنه لا فقط تو و از رزق تو دانا پاشته می تو را پیت نیا که ته عاجزی تو نشکنی رزق یو چیک بدی. او سمد را ما نیمه ورد نیمه و بینزی مسارا بین ری وردا. نا مسئله دن ماریو عبرت استو انسان زاف عاجزو و نه اشکن و رزق یو چیک زی بدو چمکی الرزاق همایو انسان اکه واجو از رزق یو چیه دانا و وقت بنو شاریک هما تعالی ری بنو یو انسان کو شرک کرده